مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح یکشنبه 12 مارس سال 2023 در دو صدمه در کولوب و خراسان دو مسافر به هلاکت رسیدند. از جمله صبح 12 مارس سال 2023 تخمینا ساعت‌های 06:30 دقیقه راننده افت تمغه مرسدس بنز عالمزاده هدیت الله محمد زبیر سال تولدش 2003 ساکن شهر روغون هنگام حرکت از سمت فرودگاه شهر کولوب به سمت مرکز شهر از عهده دوره نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده به مانع بتونی برخورده است. در نتیجه خود راننده عالمزاده و مسافران داخل افت مذکور حکیموف بزرگمیر سال تولدش 1999 ساکن شهر روغون، مظفروف خسرو سال تولدش 2002 ساکن شهر دوشنبه، حکیموف رستم سال تولدش 1997 ساکن شهر روغون به سلامتیشان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند و مسافر دیگر این ماشین حکیمزاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مردم از دیگر منطقه‌های تاجیکستان برای آن از فرودگاه کولوب استفاده می‌کنند که نرخ پرواز به شهرهای روسیه از این جا نسبت به دوشنبه ارزان‌تر است. همچنین صبح 12 مارس تخمینا ساعت‌های 09:05 دقیقه راننده افت تمغه تویوتا کامری عزیزوف امید سال تولدش 1993 ساکن نوع کوشانیان هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیوت غلاباد نوع خراسان از عهده دوره نقلیات نبرآمده به چخوری طرف راست راه چپ شده است. در نتیجه خود راننده عزیزوف با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده. مسافرش سمدوف سفرعلی سال تولدش 1985 ساکن شهر بختر در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.